دلوی او بخون که خدای پنامه د ملي تلویزیون قدرمن لیدونکو او د آوا خبرونې مینوالو سلام پر تاسو هم د اوس آوا خبرونه په ژوندۍ بڼه له ملي تلویزیون څخه ګورئ. دوستای عزیز، به برنامه امروز آوا خوش آمدین. آرزو میکنیم شروع هفته تا این لحظات به خوشی و خوبی سپری کرده باشین. باز هم من با جمعی از همکارا خدمت شما هستم. زنگ بزنین تا شما در برنامه خوش شانس باشین. اما دوستای عزیز، پیش از اینکه بریم ببینیم کدام دوست ما از کجا پشت خط تلفن است، از شما چند خواهش کوچک داریم. البته امیدوارم شما امی نکات را که ما امرایتان شریک می‌سازم در طول برنامه در نظر بگیرین که من مطمئن هستم هر کدامتان در نظر میگیرین.